سینما برای دین بیشتر از سخنرانی به درد میخوره. پیامبر اکرم فرمود کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، با زبانتون مردم رو دعوت نکنید، با رفتارتون مردم رو دعوت بکنید. و سینما محل نمایش رفتاره. خیلی چیزا رو ما بالای منبرها میگیم، قصه میخوریم که چرا برای این چیزا فیلم ساخته نشده. اگه فیلم ساخته شده بود شاید در یک فیلم صحبت‌های یک دهه منتقل میشه. ما سینما رو اساساً دینی میدونیم، هرچند اکثریت فیلم‌هایی که در تاریخ سینما وجود داره ممکنه در خدمت دین نباشه، ولی این اشتباهی است که اتفاق افتاده. فکر می‌کنم در آینده سینما خیلی دینی‌تر از گذشته خواهد بود. شما کلاً سینما رو دینی می‌دونید؟ سینما ابزاری است برای انتقال حرف‌هایی که به سادگی با الفاظ قابل انتقال نیست و دین بیشتر نیاز داره به سینما و سینما بیشتر به کار دین می‌خوره تا به چیز دیگری. سینما به درد به تجربه رساندن اموری می‌خوره که مردم به سختی اون رو تجربه می‌کنن، نه اینکه سینما بیاد تکرار بکنه همون تجربیاتی که همه مردم این تجربیاتو دارن. تا اونجا که من شنیدم برخی میگفتن سینما یک تکنولوژی است که از غرب اومده و نیازی نیست. بنده این نگاه رو قبول ندارم. سینما قبل از اینکه محصول تکنولوژی و تمدن غرب با همه نقاط ضعفی که داره باشه، محصول عقل و اندیشه و نیاز بشر. این بشر جستجوگر هست که یرید الانسان لیفجر امامه، پرده رو از جلوی چشم خودش میخواد برداره. با پرده سینما یکم میخواد این کار رو بکنه. سینما پنجره‌ای است به جهانی که میتونه در اطراف ما باشه و ما دسترسی نداریم به اونها نگاه بکنیم. حالا از این پنجره خیلی ها سوء استفاده میکنن، این بحث دیگری است. پس ذات سینما میتونه خیلی دینی باشه، میتونه خیلی در خدمت دین قرار بگیره، میتونه خیلی به دین خدمت بکنه. ما انتظار داریم در یک فیلم سینمایی، در یک سریال تلویزیونی بالاخره چیزی از جنس این پرده، حقایق، واقعیت هایی به مردم گفته بشه که مسیر تکاملی حیات بشر سرعت بگیره. انتظار داریم سینما خیلی بیشتر از این در خدمت نه دین، حیات بشر قرار بگیره، بدون حتی به کارگیری ادبیات دینی، بدون اینکه از گنبد و بارگاه تصویر بگیرن، بدون اینکه بخوان فیلم مستقیم دینی در ارتباط با اولیاء خدا و شخصیت‌های تاریخی دین بسازن، بدون اینکه بخوان فیلم مسجد و محراب و منبر بسازن. سینما خیلی میتونه به تعالی بشر کمک بکنه.